رسوایی عجیب و باور نکردنی فرزان اناز با دوست پسرش در دبی و جنگ‌های جدید تیک تاکی فرزان اناز با چهره‌های مشهور افغان. فرزان اناز در دبی مصروف چی کار باری است و مادر شدن فرزان اناز از دوست پسرش حقیقت دارد یا خیر؟ در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای عضو شدن و حمایت بیشتر از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. فرزان اناز یکی از هنرمندان خوب کشور که شهرت و محبوبیت بسزایی دارد. فرزان اناز از ولایت بغلان می باشد و در سن نوجوانی شروع به سرودن آهنگ کرد و در برنامه‌های مختلف در افغانستان اشتراک می کرد. کنسرت های برای دوستداران و طرفداران صدایش در داخل و خارج از کشور برگزار می کرد. فرزان اناز بعد از آن که سفرهای متعدد به دبی و هندوستان داشت، در هندوستان با پسران هندی دوست شد. فرزان در هندوستان در چندین فیلم هندی نقش کوتاهی بازی کرد که بارها مورد حمایت گسترده مردم افغان قرار گرفت. اما فرزان اناز مسلک هنر آوازخوانی را ترک کرد و اکنون در دبی زندگی می کند و با دوست پسران هندیش رابطه خوبی دارد و همیشه در صفحات مجازیش بالخصوص تیک تاک لایف می آید و با دیگر چهره‌های مشهور افغان گیم بازی می کند. جدیداً تصاویر فرزان اناز در صفحات مجازی نشر شده است که وی بیان کرده است من با این پسر هندی ازدواج کردم، اما چندین بار دیگر گفته است تاکنون دوستی ما در حد دوست دختر و دوست پسر می باشد. اما فرزان همیشه حرفهایش دروغ بوده است که بارها مورد نقد شدید افغانها در صفحات مجازیش قرار گرفته است. ولی ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای تمامی هنرمندان و چهره‌های مشهور کشور خود آرزو دارم. عزیزان و دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با طرفداران و علاقه‌مندان فرزان اناز به اشتراک بگذارید. برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.